امروز در تاریخ تاجیکستان چی روز است میدونید؟ امروز همین سازمان همین شانخاز که встреча میگن هم خیلی روز است. امروز روز پرچم جمهوری تاجیکستان است. 15 سال پیش همین سال 94 قبول کردیم. از کدام رنگ های عبارت است پرچم تاجیکستان؟ من همین پگوی قدیم گشته گشتم سرخ سفید سبز بعد همین چی نشانه دولتی همین تاج است 7 ستاره. همین رنگ ها چی معنی دارند؟ رنگ سرخ با معنی پیروزی، رنگ سفید با معنی پیروزگی، رنگ سبز میدونم امروز روز پرچم ملی است. پرچم ما از سه رنگ عبارت است: سرخ، سفید، سبز. یکی از این رنگ معنی این رنگ ها من یاد کارگر دهقان را زیان میباشد. 7 ستاره این روز کردیم یعنی نمیدونید ستاره‌هایی که می‌بینید ما راهنما در راه سفید و می‌باشند. رنگ سرخ جانیساری برای دولت است، رنگ سفید باشد بختی سفید، اقبالی سفید و رنگ سبز سرسبزی می باشد و اون تاجونی که در قطارش می باشد اون 7 فرشته ما است که در اطراف ما چرخ میزنند. 7 ستاره که هست در این بیرق جمهوریمون 7 منطقه زیبای جمهوریمون رو پیشنهاد میکند که این افتخار ملی ملت ما میباشد. 7 ستاره این 7 اقلیم 7 برادر 7 روزی 7 در یک هفته 7 روز یعنی تاج این تاج بلند در بلندی که ما جایگیر هستیم و جایی که خشرو همه زیبا هست همین تاج در فقط در ما هست در دیگر کس نیست. روز پرچم که روز استقلالیت است همه خوبترین روز است برای خلق ملت تاجیک. پرچم تاجیکستان از کدام رنگ های عبارت است؟ خیلی رنگش ای سه رنگ عبارت است. ای رنگ سرخ، سفید، سبز. چی معنی دارد این رنگ ها؟ معنیش نمیدونم. سرخش این غلبه تاجیکستان ترقیات تاجیکستان خیلی سبزش سبز خرمی تاجیکستان سفیدش آینده تاجیکستان و سفید شد. رنگ سرخ برای جانیساری های مردم، رنگ سبز سرسبزی و خرمی تاجیکستان، رنگ سفید باشد بخت و اقبال سفید می باشد. 7 ستاره یعنی 7 اقلیم 7 منطقه تاجیکستان، رمز تاج باشد این استقلالیت جمهوری تاجیکستان.